چیزی شد. پیام یکی هولم داد. هرچی هست نمیخواد بذاره وارده بشیم. کی داره زار میزنه؟ دوستای عزیزم سلام. امشب میخوایم با پیام بریم یکی از ترسناکترین جاهای شهر بوشهر رو بررسی کنیم. با ما همراه باشید. صدای قرآن میاد، میشنوی؟ آره. اینه. از این ور میگیری؟ آره از این ور باید مستقیم بریم. خب بخوریم به در ورودیش. اینه مسیری. آره این مسیر جایی که همه میترسن این برن دیگه. اینجاست. آره اینجا همه جاش نمیتونیم بریم. میبینی پله ها ریختن، یعنی مثلا رفتن به بالایی برو اینا، فقط همون تو طبقه همکف و مثلا آشپزخونه‌اش اون وره یه سری صداها و اینا شنیدم که توی آشپزخونه مثلا میاد و اینا. سلام به اهل اینجا، هر کسی که اینجا هست. ما برای آزار و اذیتتون اینجا نیستیم. برگرد. هر چیزی که اینجا هست اصلا نمیخواد ما وارد اینجا بشیم. اگه نمیخوای وارد این اتاق بشیم یه بار دیگه یه نشونه از خودت بهمون بده. پیام دیدی؟ اصلا یه جوری افتاده که انگار نمیخواد بذاره ما بریم داخل. سلام به اهل خونه. یا ابوالفضل. آجی یه لحظه شت. دیدی اینا؟ اینو من دیدم. این برم هست. اوه چرا اینو اینجا گذاشتم به نظره؟ نمیدونم واقعا. ببین یه نوع جادو هست، یه نوع جادوی قدیمی هستش که رو عروسک انجام میشه. ممکنه به خاطر اون اومده باشن اینجا این کار کرده باشن. آیا کسی اینجا هست؟ جن، انسان، آیا چیزی اینجا هست؟ اگه اینجا هستی اعلام حضور کن.
بسته. شنیدی؟ یه سری صدا. شنیدی صدا آره رو؟ آره. مثل صدای ناله میمونه. میشنوی؟ کی داره زار میزنه؟ میشنوی؟ صدای گربه نیست؟ گربه صداش اینجوری نیست. موقع زایمان بعد صداشون تغییر میکنه بعضی وقتا. صدای ناله میمونه. صدا شنیدی؟ ببین هر چیزی میتونه باشه. هر چیزی میتونه باشه. بیا. فکر میکنم که بهتر از این آشپزخونه. آب انبار رو میشدی؟ آب انبار خیلی چیزن، خیلی خوفناکن. مگه این آب انبار همون جایی نیست که میگن دفینه توش بوده پیدا کرده؟ آره یکی هم پیدا کرده بوده بعدش دیوونه شده بوده. خیلی راهش سخته، اشکال نداره. نه بریم. مواظب باش. آب انبارش اون روبروه، دقیقا همین روبروی این درشو بستن. نه آب انباره اینجان، بعد یه میله هم گذاشتن روش که از اینجا پله میخوره میره پایین. هرچی هست نمیخواد بذاره وارده بشی. ما هم احساسم همینه علی. بریم داخل؟ میتونیم اینا رو برداریم بریم داخل. کم کمکی من. شت بذارش همینجا. خب از همونجا فکر کنم بتونیم. میخوای من بیفتم جلو؟ نه من میرم. باشه برو. اینجا جایی بوده که دفینه توش بوده. چیزی شد. پیام یکی هولم داد. من حالت نزدم. یکی هولم داد. جدی میگم. بیا بیرون. دوستان یه آب انبار زیر این خونه است، توش دفینه پیدا شده. کوزه های قدیمی که توش پر از سکه بوده پیدا شده. راش بازه ولی واقعا جرأتش ندارم برم داخل و تا خواستم پامو بذارم برم پایین قشنگ احساس کردم یکی هولم داد. ما باید یه تناب دستم باشه که اینجا بتونم. اینجا تنابی نیست یا نه؟ چیزی مثلا به خودم پیام من اگه اینجا تناب باشم بر نمیدارم. مال ایناست، مال ما نیست. بیا. یعنی برگردیم؟ آره بیا. صدای عزاداریه. نظرت از این مسیر بریم یه سر؟ بریم. البته تمام ساختمون ریخته. شت. احساس میکنم ناراضی هن ما اینجایی ما. بیا بالا. فقط مواظب باش خیلی اوضاعش خرابه. صدای چقدر سگ میاد. خیلی زیادن. جمع شدن دور ساختمون جمع شدن. علی ما دیگه دارم میترسم واقعا. آقا بریم بیرون دیگه.
هرچی خودت بگی. بریم بیا، فقط پشت سر من بیا، مواظب باش. هر چیزی هم شنیدی، هر اتفاقی هم دیدی، اصلا واکنش نشون نده، فقط بیا. باش. پات رو شیشه است علی، حواست باشه. باش. هر صدایی شنیدی ببین اصلا توجه نکن، فقط بریم بیرون. فقط بیا. اینا ناراضی هم. من دارم چند بار سر خوردم اصلا. نمیخوای در اونو ببندیم؟ بریم پیام، بریم؟ بیا. آره بابا دوستان، هیچ جوری نمیشه بیشتر از این اینجا مونه. ببین حتی همین الان که دارم صحبت میکنم باهاتون، ویدیو رو ضبط میکنم، مطمئنم که یه ثانیه دیگه اینجا وایسیم ممکنه یه سری اتفاقای خیلی ترسناکتر و عجیبتر بیفته. اصلا چرا این همه صدا داره میاد؟ آقا یه کسی دلیلی اینجا داره که نیست هیچ که کس آخه جرئت نمیکنه وارد اینجا بشه. تعجب من چرا این نور من رفته. من ناراضی ام 100%. آقا نشونه هاتون رو دیدیم، شبتون بخیر، ما میریم.